قسمی که شما در تصاویر می‌بینید و همچنان در جریان هستین، روزانه به یک تعداد زیاد از عودت کنندگان میآیند به وطن و ما در اینجا هستیم به خاطر همکاری‌های بیشتر. همکارای ما ابتدا اونا را شناسایی میکنن و میارن به سنتر ما و ما در اینجا بر از اونها آگاهی‌های لازم میدیم و همچنان گروه‌های مشخصی که ما بر از اونها کار میکنیم و شناسایی میکنیم. در عموم همگی هستن که کارت سازمان میگیرن و به ولایت‌های خود که میرن اینا مستفید میشن و بیشتر خدمات ما که هست و عموم مردم هست، ولی که کاتگوری مشخصی که در زمینه ما داریم به افراد معیوب معلول و همچنان هم کسایی که مریض هستند، خانم‌های بی سرپرست هستند، کسایی هستند که به وطن میان و هیچ گونه امکانات در اینجا ندارن. ما برای اونا کار میکنیم و بعد از اینا اینجا میان اسکرینینگ ما برشان انجام میدیم. به ولایت هرات میرن، کارت سازمان ما را از اونجا به دست میارن و بعدا از ولایت هرات به ولایت‌های مشخصی که اونا قرار است به اونجا برن اونا میرن و دوباره در ولایت‌هایی که اونا میرن ما همکارای ما هست دوباره با اونا تماس میگیرن، اونا در خانه‌هایشان سروی میشن و بعد از اون ما دوباره برای اونا کمک میکنیم. البته کمک‌های ما فرق میکنه نظر به اونمو نیازمندی‌های هر شخص یا هر خانواده و افراد متفاوت میباشه. ما هر شخص تا زمانی که وضعیت زندگی از بهبود پیدا میکنه، یعنی نظر به نیازمندی اون شخص ما بر از اون مقدار کمک ما میباشه و همچنین دفعات کمک ما.